интихобот ҳамчун раванди сиёсӣ дар ҷаҳони муосир тавсиф гашта ба сифати механизми эътирофшудаи таъмини иштироки мардум дар ташаккул ва ё амалинамоии ҳокимияти сиёсӣ баромад мекунад. пиромони сатҳи омодагии комиссияи ҳавзавии интихобот дар ноҳияи Рашт шарҳи навбатии барнома нақл мекунад. در حوزه یک مانداتی انتخابات اوید به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رشت 12 198 участка انتخاباتی تشکیل کرده شده است که شماره عمومی بازدهندگان 141,000 را تشکیل می‌کند. 6 نفر نامزدها از حزب‌های سیاسی و طریق خودپیشبری با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است. برای روند خوب انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی فراهم آورده شده است. برای شخصان معیوب نیز اتاق خوبی وارد شدن عروبچه‌های معیوبی تشکیل کرده شده است. من رحمت‌الله منیرا رئیس участка انتخاباتی کارگری 25 اویدی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در участка ما 1514 نفر به قید گرفته شدند که از این شماره 17 نفرشان باری اول آواز می‌دهند. شماره بیماران باشد 23 نفر و شماره مهاجرت مهنتی 357 نفر را در بر می‌گیرد. ما برای شکوفایی وطن عزیز و برای وکیل ارزنده خود آواز می‌دهیم. در участка انتخاباتی ما کارها خوب برآورده شده. ساکنان این ناحیه دوردست کوهستان جهت در سطح بلند سیاسی دایر نمودن این معرکه مهم سیاسی آمادگی گرفته در ناحیه تمام چراغ‌های ضروری را در این سمت تا امروز عملی نموده ایستادند. ساکنان ناحیه رشت از صحنه برگزاری و مهمیت چاره‌بینی سیاسی خوب آگاهی داشته رأی خود را در این روز حل کننده ارزیابی می‌کنند. چنین شعار و نوشتجات‌ها در هر یک کوچه و خیابان آویخته شدند که از برگزاری چنین یک چاره‌بینی مهم سیاسی انتخابات وکیلان با مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق شهادت می‌دهد.